امروز قراره با هم دیگه یه دنت فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم که مزهش 10 برابر خوشمزه تر از دنتای بیرونه. دنت امروزمون با طعم شکلاته. توصیه میکنم حتما درستش کنید چون چیزی از دنتای بیرون کم نداره و خیلی به صرفه تر از دنتای بیرونه. بریم با هم تستش کنیم. غلظتش رو که میتونین ببینید. عالیه. برای درست کردنش اول از همه شیر، شکر، نشاسته ذرت و پودر کاکائو رو کاملا رو هم دیگه ترکیب میکنیم. بعد از اینکه مخلوطمون یک دست شد اون رو از صافی رد میکنیم. حواستون باشه که حتما شیرتون سرد باشه که نشاستتون گوله نشه. اگه گوله نشاسته یا پودر کاکائویی باقی مونده بود با قاشق فشار بدین تا از صافی رد شه. بعدش توی یه تابه روی حرارت خیلی کم قرار میدیم و مرتباً هم میزنیم تا زمانی که غلیظ بشه و به غلظت برسه. حواستون باشه که حین کار که دارین هم میزنین حتما ظرف هم دورگیری کنین که بعداً گوله‌ای توش ایجاد نشه. وقتی از اطراف شروع کرد به جوش خوردن و غلظتش به این حدی که توی تصویر میبینین رسید، بهش چند تا تیکه یخ اضافه میکنیم تا به دنتمون شوک وارد کرده باشیم و حالت خامه‌ای پیدا کنه. وقتی غلیظ شد حرارت رو میبندیم، بهش وانیلمون رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. دنت خوشمزه ما آماده است و لازم هم نیست بذارین خیلی غلیظ بشه چون خودش یه مقداری خنک که میشه غلیظ‌تر میشه. اونو توی ظرف دلخواهتون بریزین و من با شکلات چیپسی و این طرف رنگی ها تزیینش کردم. شما میتونین تزیینش نکنید یا با هر چیزی که دلتون خواست تزیین کنید و نوش جان کنید.